به مدیتیشن انتخاب خوش اومدید. من منیرا هستم، راهنمای شما تو این مدیتیشن. توی مکان آروم و بدون سر و صدا و مزاحمت روی زمین یا یه صندلی راحت بنشینید. پشت دست‌ها رو روی زانوها بگذارید و کف دست‌ها به سمت بالا. با نوک انگشتان اشاره و شست یک دایره درست کنید و بقیه انگشت‌ها رو صاف نگه دارید. ستون فقرات کاملا صاف و کشیده و گردن رو در راستای ستون فقرات نگه دارید. یک دم و بازدم عمیق بکشید و آروم چشماتون رو ببندید. خودتون رو وسط یک جاده تصور کنید. یک جاده پرپیچ و خم و طولانی. شما جایی هستید که باید تصمیم بگیرید از کدوم راه به حرکتتون ادامه بدید. ازتون میخوام چند لحظه همینجا بمونید و به پشت سر نگاه کنید. به پیچ و خم‌ها و دوراهی‌هایی که طی کردید. به مسیرهایی که انتخاب کردید. به همه اتفاقهایی که پشت سر گذاشتید و همه زخم‌هایی که برداشتید. ازتون میخوام فقط اونها رو مشاهده کنید. بدون قضاوت، بدون خشم و بدون سرزنش. به تصمیم‌های درست و نادرستی که نتایج متفاوتی براتون داشتن نگاه کنید. اونا بخشای مهم زندگی هست و شما در مسیر رشد به اونا برخوردید. شما تصمیم گرفتید چون در حال حرکتید. شما پیروز شدید و شکست خوردید چون در حال حرکت و رشد هستید. شما این حرکت رو با همه نتایجی که داشته به توقف کردن و در جا زدن ترجیح دادید. حالا به مسیر پیش رو نگاه کنید. به انتخابی که باید انجام بدید. یک دم عمیق بگیرید و با بازدم هر فکر آزاردهنده و بازدارنده‌ای که سراغتون میاد بیرون بریزید. یک دم عمیق دیگه بگیرید و با بازدم ترس‌ها و نگرانی‌ها رو بیرون بریزید. به انتخابتون فکر کنید
و در اعماق قلب و ذهنتون تکرار کنید: من آزادم و توانمندم برای فراموش کردن تلخی شکست ها و به خاطر سپردن درس هایی که ازشون گرفتم. من آزاد و توانمندم برای هر قدمی که برمی‌دارم و هر تصمیمی که می‌گیرم. من آزاد و توانمندم برای انتخاب بهترین ها برای خودم. مشاهده کنید چطور با هر دم و بازدم احساس بهتری نسبت به تصمیمی که میخواید بگیرید پیدا میکنید. شجاعت و آگاهی خودتون رو مشاهده کنید. چند لحظه‌ای به انتخابتون فکر کنید. توجه رو بیارید روی دم و بازدمتون. عشق و اعتماد به خودتون رو با یه لبخند به خودتون نشون بدید و به آرومی چشماتون رو باز کنید. ممنون که توی این مدیتیشن همراه من بودید. از قلب من به قلب شما. نمسته.